مجموعاً چقدر بخیه خوردی؟ 4 تا 3 تا یکی اینجا نزدمش 5 تا این هم چیزی هم کبود شده اینجا هم. بعد چیکار کردی دانیال ما رو و چقدر صبور بودی تو کاری نکردی؟ اون خودش بریده بود از می اومد به من ضربه میزد خب که من خون ریزی کنم کشتی قطع بشه یه نفس بگیره دوباره می اومد عقب یه ضربه میزد من خون ریزی کنم دوباره یه نفس بگیره بعدش موقعی که بریده بود من همون اول کار که کشتی شروع شده بود انداختمش بیرون دست دومو دادیم همین توی دست که دادیم کشتی شروع شد زد اینجا اون پاره اولی اینجا اون پاره کرد هرچی به داور نشون میدادم میگفتم پارش کرده خونه او قبول نمیکرد حتی کارت زرد هم به من نشون داد